خب الان ببینید این پای فنس با نبشی استفاده کردن، این موضوع رو رعایت کرده و این فنس با فشار افتاده این بالا و از پایین هم دوباره همین کار انجام شده و رو به پایین. ببینید تفاوت این دوتا فنس رو چقدر با صلابت فنس واسطاده، همچین مرتب. سعی کنین که فنس ها دو سر بافت باشه، یعنی هم بافت بالا داشته باشه هم بافت پایین داشته باشه و این اتفاق افتاده باشه. یه لحظه این حیوان اومد من ترسیدم. بعد ببینید چقدر خوب واسطاده فنس، اینکه این بالا بافت باشه پایین هم بافت باشه که شما اگه بتونی از این نقطه تا اون نقطه اگه مفتول کشیدی و مفتول آهنی و این دوتا رو باز از بالا هم ثابت نگه داری، عمر فنس چندین برابر میشه. این پروژه هم از برند حامی استفاده شده، برند معتبری هم هستی که حالا در کنار برندهای دیگه که داره انجام میشه. مبارک صاحبشون باشه.